خام بودم، پخته شدم، سوختم. چه عجب غلطی کردم. بامداد خمار. اثر فتانه حاج سید جوادی. با صدای شیما درخشش. کاری از گروه فرهنگی آوانامه. با همکاری نشر البرز. دیدی ای دل که غم یار دگربار چه کرد؟ چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد؟ آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت، وای از آن مست که با مردم هوشیار چه کرد؟ اشک من رنگ شفق یافت ز بیمهری یار، طالع بی شفقت بین که در این کار چه کرد؟ برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد؟ ساقیا جام میم ده که نگارنده غیب، نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد؟ آنکه پرنقش زد این دایره مینایی، کس ندانست